عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم. وطن عشق تو افتخار. درود و سلام بر شما بینندگان نهایت گرامی هموطنان عزیز. من جاوید پیمانی هستم از برنامه جاوید شو از شبکه جهانی تلویزیون آریانا افغانستان. انشالله که هموطنان عزیز در هر جایی که زندگی میکنین و بود و باش دارین دارای صحت و عافیت باشین. برنامه اختصاصی این هفته یا تاپیک کوتاهی که دارم در مورد فیسبوک است، سوشال میدیا. میفهم یک بار دیگه برنامه داشتم، برنامه اختصاصی در مورد فیسبوک. تعداد زیاد هموطنان ما، شما شاهد هستین، خصوصا هموطنان ما بگویم که از فیسبوک، از سوشال میدیا اینا استفاده بسیار نادرست میکنن، کارهایی را انجام میتن که اصلا مورد قبول یا قابل قبول نیست. وقت ضایع کردن است. یعنی شما اگر واقعا ببینین اینا قدرت توانش یک تعداد که البته از کارهای نادرست اینا استفاده میکنن، قدرت توان نیرویش ندارن که در تلویزیون بیان، در رادیو بیان، مردانوار به اصطلاح صحبت بکنن یا هر پیغامی که دارن نامردانگی بگویم یا بزدلانه در فیسبوک داخل میشن، از اسم خانم ها استفاده میکنن، از عکس خانم ها استفاده میکنن و اینا توهین میکنن، چیزایی که میسازن فتوشاپ میکنن، عکس های تعداد شخصیت های ملی را میسازن و یعنی دستای بسیار نامردانه و دروغ در هم. حتی ببینید شما کلیپ های هست که میتونم بگویم از صحبت های بسیاری از کسایی را که خصوصا از قهرمان ملی را قطع میکنن، جایی که مثلا در زمان جهاد از کشورهای همجاور همسایه یا از کسانی که تشکری کرده در زمان جهاد که دست ملت افغانستان گرفتن یا کمک کردن یا همکاری کردن، بسیاری جایش قطع میکنن، تمام جایش که مثلا از پاکستان گفته شده اینا میمانن. یعنی یک نامردی است، یک چی بگویم بسیار یک ذلت است بگویم یا اینا درست است، به خاطر که اگر اینا واقعا شهامت و توان داشته باشن خیلی بیاین بسم الله برنامه بگیرین و میتونین از طریق تلویزیون خود نشان بدین چهره هایتانه که مردم بشناسه شما کی هستین. کارهایی که میکنین بزدلانه کار خوب نیست، نامردانه کار نکنین. همچنین بینید عزیز این وقت ضایع کردن که در یک مدتی را میگیره که آدم در یک فتوشاپ میکنه یک عکس یا مثلا توطئه میسازه، کلیپا را مثلا قطع و برید میکنن که پخش میکنن، بسیار حرام است. اگر شما واقعا مسئله پیشک تعداد شما خو فکر نمیکنم دین، اگر مثلا دین باشه خداوند باشه شما در انسانیت میرین، انسانیت که مهمتر از شما انسانیت هم مثلا مراعات نمیکنین، به خاطری که وقت چقدر شما وقتان عباس تیر میکنین، در حالی که امروز همون وقت هم میتونین در کارهای نیک خوب بگذرانین. یعنی میتونین که بسیار کارهای خوب بر اجتماع بر ملتان بکنین، انجام بدین و یک انسان خوب شوین، یک الگوی خوب، یک رول مدل خوب برای افغانستان ملت شوین. من بدبختانه متاسفانه شما انسانایی هستین که عقده، کینه، کرورت، نامردی، اصلا نمیفهم چی رقم وجدان شما دارین که میرین در فیسبوک ها وقت خود عباس سر میکنین، وقت ضایع میکنین. و امروز یک جای بسیار تاسف است که من تعداد میبینم حتی به خاطر شهرت کلیپ های حق و ناحق پخش میکنن، دیگه هیچ کار ندارن، 24 ساعت در فیسبوک هستن. چرا هموطن ما؟ آیا خودت زندگی نداری، آینده نداری؟ اول برای خود سرت در گریبانت بان، خودت آیا انسان هستی، شرف داری، آینده داری، فامیل داری، زندگی داری، یا یک انسانی که اصلا هیچ کدام به اصطلاح زندگی، کدام آرمان، کدام آینده روشن برای خود نمیخوای در آینده، یعنی کدام فامیل نداری که از فامیلت وقتت با فامیلت بدی،
یا با دوستایت، یا اگر دختر هستی یا بچه هستی، اگر تعداد از طبقه اوناس هستی یا آقایان هستی، این جای شرم است. واقعا میفهمی که پیش خداوند تو جواب دادنی هستی، وقت ضایع کردن حرام است. امی خود بازم تکرار میکنم، خود عکسایی که شما میسازین، کلیپ های فتوشاپ هایی که شما میکنین وقت میگیره عزیزم. اما تنم چرا شما یاد نمیگیرین یک چیزی را که خداوند براتان میده، یا در امریکا آمدین دسترسی پیدا کردین، چرا پازیتیو یا کار پازیتیو یا کار خوبی را نمیکنین، از اینکه منفی بازی میکنین؟ چرا وقتان ضایع میکنین؟ اگر مثلا جوان هستین یا محسن هستین، در سن کسی فرق نداره. ما میفهمم که تعدادش زیاد. شما کسایی که درسی در کامپیوتر نداره جوان هستن، سنای بالا خب بیچاره در تکنولوژی و قدر نمیفهمن، اگر بفهمن هم تعداد بسیار شاید محدود باشن. اما تنها عزیز، ما واقعا آدم متاثر میشه از این فیسبوک است که امروز استفاده بسیار نادرست اینا میکنن و ابسس میشن و اینا همه چیز فراموش میکنن، محبت، انسانیت، شرافت. به خاطر وقت تکنولوژی که زیاد آدم مشغول تکنولوژی میشه، همه چیز از پیش آدم میره، چیز نمیمونه، حتی احساس انسان میره، فیک میشه بس لا خودم و محبت انسان، همه چیز انسان میره. کوشش بکنه هموطن عزیز که شما بتونین خود نگاه بکنین. و بازم تکرار میکنم از اینکه وقتتان ضایع میکنین در چیز ناچیز، ای جای را نمیگیره که شما میرین اگر مثلا شخصیت های ملی را توهین میکنین، عکس هایشان فتوشاپ میکنین، با جز است که ضرر به خودتان، ضرر به شخصیتتان، با وجدانتان ضرر میرسانین، به هیچ کس ضرر نمیرسانین. و شما باید تاریخ بسازین. برین امروز که فرهنگ، کلچر، عنعنات، رسومات ما و شما، میوزیک ما و شما در خطر است. شما خدمت کنین، خدمتگزار باشین. اگر هر کس هستین، اگر طرفدار طالب هستین، نوکر ایران هستین، نوکر آیسا هستین، نوکر کیجیبی که دیگه کیجیبی شما را سنیتان نمیخوانه، اگر کمونیست هستین، طرفدارای رهبرای کمونیستان هستین، لطفاً انسانیت یاد بگیرین، وجدانتان پیدا کنین و احساس پیدا کنین برای ملتتان. بس است این جفا نه تنها برای ملت مردمتان میکنین، برای سوسایتی جفا به خود میکنین، دیشاره به پای خود میزنین. اما تنها عزیز، من از کنترلم خواهش میکنم یک چند اکانت فیسبوک ساختن به نام بنده، عکسای ما گذاشتن، عکسی که در با دختر سمور رضا جان اگه دوباره سانه بسازین، او عکس یکی از ژورنالیست‌ها بود یا نطاقای رد کارپت هالیوود بود، از هالیوود فیلم تی وی که من انترویو کرده بود، رفتن این عکس‌ها را فیسبوک ساختن، عکس‌های رهبرای جهادی را، مجاهدین اسلام بد گفتن، قهرمان ملی را بد گفتن. بعد هموطنان ما که در داخل افغانستان نه البته نفهمیدن یا نشناختن یا متوجه نشدن که مستم، یعنی بسیار توهین کردن که توهینشان هم اونا تعداد زیادشان هم را به تماشا شکر خدا و فهمیدن که اکانت جلیست، اکانت ها فیسبوک ارسیش دیسیبل ساخت و بعداً دوستای که امرای به تماشا فرند ریکوست روان کردن. یعنی شما اینا کیا هستن؟ اینا کسایی که اسلام دعوا میزنن، توهین میکنن، مجاهدین توهین میکنن، با قماندان جهادی توهین میکنن. اینا ما دیگه کس نیستن، کمونیستای شکست خورده و عقده‌ایستن که کارا میکنن و عکس‌های قهرمان ملی را دان ما توهین کردن، بر رهبرای جهادی، برای همه‌شان توهین کردن. و من هیچ آگاه نبودم که فیسبوک یعنی به نام ساخته شده و یکی هم چند تا مکاش که عکسای دیگه شمی داشتم کوران پخش میکردم که شما میدین و شکر خدا تعداد هموطنای ما که وقتی که فهمیدن که جلیس معذرت خواستن و تعداد فرند ریکوست روان کردن و این به من کدام صدمه نرسانده، به خاطر که شهرت مرا زیاد میسازه و مرا نشان میده که در مقام رسیدیم که رقیبای ما زیاد شده که از نام فیسبوک میسازن. برای من افتخار است. میایم سر از که شما اینقدر عقده، اینقدر کینه و کرورت که دارین که از شکستتان سالا تیر میشه، نابود شدین، دیگر نیستین، جایگاه، پایگاه، قرارگاه دیگر در بین ملت افغانستان، در افغانستان ندارین. چی میخواین شما از این ملت؟ چی میخواین از جوانای مثل ما که واقعیت گویی میکنن، حقیقت میگن و امروز میخواین که کارنوایی های
یا مبارزه های یا مبارزات یا او جانفشانی های بگویم یا کسایی که قربانی دادن جانای شیرینشان دادن، ما از اونها دفاع میکنیم به خاطر که من قدر از اونها را میدانم. به خاطر چی؟ که ما وطن خود در افغانستان دوست دارم، کشوری که جغرافیای به نام افغانستان است. ما او کشور دوست دارم، ما جان خود برای کشور آماده هستم بدم. و امروز کسانی که جان خود برای کشور داده و با ملت خود بوده، افغانستان رها نکرده، ما اونا را دوست دارم به خاطر که اونا برای افغانستان مجادله کردن، برای ملت افغانستان مجادله کردن. مشکل شما با ما چی است؟ یا با او ایده که اشخاصایی که امروز جانای خود دادن مثل قهرمان ملی یا برادران دیگه ما که از شمال جنوب، چی پشتون بودن، چی هزاره، چی ازبک، چی تاجک، جان خود به خاطر آزادی افغانستان به خاطر ملتش دادن. مشکل شما چی است؟ شما خو هزارا فامیل بی خانمان ساختین، نانشان در خون چکه کردین، زنده به گور کردین، پدر و مادرشان، فرزندانشان. دیگه شما چه ملت چی میخواین؟ یگانه راهی که امروز آمدین یک تعدادتان که ما آگاهی داریم به نام لباس ژورنالیست در کانال آمدین، در تلویزیون‌های کابل، و امروز به لباس اسلام آمدین. یک تعداد به نام هنرمند، بسیار تعداد محدوده که شما این را آگاه هستین، میفهمین که جای پا ندارین، قرارگاه ندارین، هیچ چیزی برای شما نمانده در بین ملت. با لباس‌های مختلف میایین، انوزا میخواین فعال باشین، فعالیت کنین. این فعالیتاتون جای را نمیگیره وطنای ما. این مثلا نامردی هایی که بگویم بزدلی هایتان جای را نمیگیره، این توطئه هایتان جای را نمیگیره. ملت افغانستان فراموش نکنین یک ملت دیروز نیست. یک عده شاید هنوزم در خواب غفلت باشن، یا یک عده که مظلوم هستن به خاطر بیچارگی و ناداری. ملت آگاه هست، ملت هوشیار شده. امروز شما میبینید که در دیمزنگ قربانی که ملت داد کیست؟ برادرای هزاره ما ملت هوشیار هستن، اینا عدالت خواهی میکنن، از حق خود دفاع میکنن. ملت دیروز دیگه نیستن که تو بیای بیرق از سراغ کمونیست بالا کنی بگی که والا ما هستیم در مملکت عدالت میاریم، ما میای دموکراسی میاریم. نخیر، نیو بازی را کس نمیخوره. و شما به نام فریبا صبور به نام اینان فیسبوک میسازین و مدراین نامردانه عکس‌های خانم‌ها را میگذارین. برین زندگی از خود جور کنین، برین انسانیت و شرافت یاد بگیرین. این کار نادرست هموطنم جای را نمیگیره. امروز امو رهبرتان که دکتر نجیب که تعداد زیاد شما ازش دفاع میکنین، امو عکس‌ها را میخوایم کنترلم بگذاره. شما بینین که در چند عکس که دوستا روان کردن از لندن، امی عکس بینین که دکتر نجیب در لباس اسلام زده بود خدا، در زیر عکس لیلند، در زیر عکس لیدر خود شیشته و از لیلند پرستش میکنه. با شما این خطابه میتین که شهید است. به خاطر خودتان نامسلمان هستین، اسلام به معنیش نمیفهمین. اگر مسلمان می بودین از یک لیلن، از کمونیست، از یک ایتیست شما رهبری نمی کردین و سرخم نمی کردین به او. این جای تاسف از ببینید که قهرمان چی گل به گردن عساکر عروس مندازه، همین قهرمانیش بوده و شما از این دفاع میکنین. جای شرم از برای شما. بدبختی های افغانستان شما آغاز کردین، افغانستان با آتش شما در دادین. امروز من نمیفهم چی یک تعداد مردمی که دفاع میکنه، من بصراحت میگم مردم بیچاره که از پشت کوتاه شده بودن، در زمان کمونیست‌ها در کابل جابجا شده بودن، دیگه چیز برشان نبود. یک نان سیلو را برشان میدادن. اون نان سیلو هم از کجا می آمد؟ خود نان سیلو را بادرایشان و روس و دیگه برشان کمک میکرد. مردم بیچاره گشنه افغانستان که دور از مردمای دانستهش خوبش و اصیلش باشه که داشتن، اینا جابجا شده بودن. اون مردم است که از اینا دفاع میکنن. و اینا میرین شما فیسبوک ها را به نام من میسازین. حتی خانم کامرانی را در یکی از فیسبوک ها، در یکی اکانت ها شما چی فوش داده بودین یعنی به نام من. این جای تاسف هسته. اما تن عزیز من خواستم که درباره فیسبوک صحبت بکنم. لطفاً برادرایم، خواهرایم، از فیسبوک، از سوشال میدیا، این برای کارهای ناجایز شما نیست که استفاده میکنین. اگر استفاده میکنین استفاده درست بکنین. برین فرهنگ کلچر افغانستان، موزیک افغانستان پخش کنین که تعداد جوانایی که امروز در امریکا و اروپا زندگی میکنن که از کلچر فرهنگ خود شما بیاموزن، یک چیز را دستاورد خوب برشان باشه. اینه که شما میرین عکسای رهبرای جهادی را بگویم یا نگویم، یا از سلطنت پادشاهی سابق شما تجاوز میکنین، بی‌احترامی میگذارین، یا مثلا هر کس باشه.
شخصیت های ملی را خوب نیست. انسانیت برای ما و شما مهمتر باشه از همه چیز کده. بیننده عزیز بیاین لاینا را جواب میتیم ما احساس ببینیم که بیننده ما چی گفتنی داره. بعدا یک پارچه شعری از آقای واصف باختری است که برای ما ارسال کردن. کبیر جان او را میگذاریم. بیننده سلام بر شما، روی خط هستین. شو جاوید شو تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. بیادر میشه شما آواز تلویزیونتان پخش کنین اگر لطف کنین بشنوین. هزار دفعه چیست پخش کردیم بیادر. بفرمایید جان. چیست بسیار تشکر که گپار میزنی. اولین کس است که ما این رقم در تلویزیون با این رقم با جدت گپ زده. اما شیری که از مادر خوردی او مثل امو جنت فردوس واری باریتی چی باشه. یک وقت 20 سال پیش ما که آمده بودم ما را مردم سر کالای ما توف میکرد. ما را توف میکرد میگم تو چی رقم کالا میپوشی؟ تو میگه قدر امریکا را نمیفهمی. می آمدم در خانه بیرون نمیبرم تا ولی زن خانه هستم بیرون نمیبرم. باز می آمدم در خانه در شاور میگفتم بیرون که در کوچه داریم گاربیج میبرم سر ما مردم توف میکنه. میگه دعا کو برشه که اونا را خدا هدایت نیکی کنه. 4 سال ما امیت به گیران شیشتم. یک وقتی بود که خدا امی دعا میکردم نفل میکردم میگفتم که خدایا امی مردم از چشم ما دور کنی از سر ما دور کنی. سر ما توف میکرد و ما مردم کلشان اینالی ایجاب کرده. اینالی در ماجد میآید. اینالی میآید زیر پایای ما ماچ میکنه میگویه که بیبیاجی ببخشی. میگه من نمیفهمیدم. اینالی اولین کس است که از دانی تو از روی تلویزیونی گفاره چی نویدم که امی شیری از مادر خوردی جنت فردوس برات نصیب شود. یعنی مثل که یک کسی یک چند نفر پیدا شود بر روی افغانستان گپ بزنه که ببینی امی دخترها چی کارا میکنه، بچه چی کارا میکنه. نی پدر گفته میتونه نی مادر گفته میتونه هیچ کسی گفته میگه اینجا امریکاست. صحیح که امریکاست. کلچر افغانستان باید گم نکنه مردم. نام افغانستان باید گم نکنه مردم. اولاد افغانستان باید گم نکنه. جوانا هر روز میبینه در تلویزیون این میگه هزاره است. امی هزاره بنده خدا نیست. این میگه ترک است. بنده خدا نیست. این پشتون است. این بنده خدا نیست. کلشان خدا پیدا کرده. هیچ کسی بنده پیدا نکرده. کلشان پیدایش خدا است. کسی نمیفهمه بیادر. کسی نمیفهمه. ما یعنی تمام روز تلویزیون شیشتن گرام میکنم. امی او روز امی شیخ سعادت یک کسی زن گفته داو زد. او برش خنده کرد. یعنی چی را در ملایه داو میزنه؟ در قریصه پیولا داو میزنه. در او شیخ سعادت داو میزنه. یک ملای دیگه است در او داو میزنه. چی را در ملایه داو بزنه؟ چی را در خدا داو زد؟ تو باست فقط الله فقط که نمیفهم نمیشه نگفت. اما زن پرسان کرد گفت که نمیته بگوی. میگه نمی ما چی میکنی تو؟ میگه ما یک انسان هستم. تو چی رقم انسان هستی که به خدا داو میزنی؟ تو را کی پیدا کرده؟ تو از چی رقم پیدا شدی؟ خیر دیگه خدا که تو را پیدا نکرد چی رقم پیدا شدی؟ بیادر بازم خیر ببینی. یعنی میتونه چند نفر بشینه در روی تلویزیون یعنی میتونه گپا بزنه دیگه. شاید که خدا مهربانی کنه سر مردم ملت افغانستان خدا آزاد کنه از دستی هم دشمنه خدا خلاصش کنه. هر غریب و بیچاره را کلی کشته پیسه خوارایش ششته. اونا میاره روزانه در دوبای نان میخوره دلار میخوره سگای امریکا. بله کلشانه. ببخشی بیادر دل آدم که درد کنه هرچی افغان میبراید. تشکر زنده باشی. بسیار یک گپای بسیار خوب زدی. نمیتونه که یک چند نفر پیدا شد مثل خودت واریدم تلویزیون گپ بزنه شاید کمی جوانای ما اصلاح شود. زنده باشه ماتن عزیز. بسیار یک جان تشکر بیادر. خیر ببینی اکی هم فامیلی تا پدر و مادری تا الهی جنت فردوس نصیب شود. زنده باشین. خداوند امرایتان. خوش با من خدا. خب هموطن عزیز همچون میخواستم که در مورد البته بکراون برنامه دوستا چی کرده بودن یک دو ایمیل گرفته بودم. او بکراون به خاطر که چی شده بود دیلیت شده بود از او خاطر ایره استفاده میکنم. با در آینده اگر مامور بتانم که میفهم که ساکر افغانی عکسایش گذاشته بودم سپورت میکنم. دوستا از کابل نام میدیدن. ما همیشه سپورتر و برادرها و خواهرای ما هستیم که امروز واقعا جانای شیرین خود اسمیتن و سینه خود سپر ساختن. آهنگا را میگذاشتم از اینکه برنامه
باز وقت تلفن‌ها زیاد میاد، وقت آهنگ نمیمونه، از او خاطر در غیر از میشه سپورتر او برادر خوارای ما هستم. بیننده سلام با شما، روی خط هستین شوی جاوشو تلویزیون آرانه افغانستان، بفرمایید. هموطن سلام با شما، روی خط هستین. سلام جان. بله روی خط هستین. سلام بفرمایید. دستان خوب است، بسیار پروگرام خوب، ما بسیار پروگرامتان خوش کردم و شما یک روز گفته بودیم دکتر نجیب بوتای آقای ما پاک میکرد، امیر اگر واضح کنین بسیار خوش میشم. ما برتان امیال حتما تکرار میکنم. خب شما که از این که آمدین این سوال میکنه، اول بی ضرور نبود. این خانه استاد خلیل الله خلیلی است که امروز معتصم بالله خلیلی پسر بزرگوار شاعر معاصر ما در واشنگتن است. بطول جان خلیلی میجا تشریف داره. از کابل برای ما تلفن آمد. بله نجیب او وقت خیز و جسم زرچی که میکرده، کاکا و عیارای کابل بودن، مردای خدای بودن که برکت ندادن. پدر ما حتی بسیاری کسا میشناسید، از شاه سابق تا دکتر نجیب و کل رهبرای جهادی، آقای سید اسحاق گیلانی، کلگی امروز ملت افغانستان به نامش، به کارنواییش، نامش به خط زرین نشسته شده. من افتخار میکنم از پدرم مردانوار به دنیا آمدیم. این به صراحت میگم. بله نجیب یک خیز جسم میزد یا هر کار کرده بود، پدرم شانده بودش، با مو غرور خود، با مو مردانگی و عیاری خود بود، سرش پای خود چاپه کرده. به صراحت این برات میگم. نجیب کدام آدم نبوده. نجیب یک کدام آدم نبوده که شما از یک مهم میسازین. حتی مردای خدا بوده که برای آدما تن ندادن. نجیب و آدمایی که شما از دفاع میکنن شاندن، سر خودش پای خود چاپی کردن. یا در کابل هم مردم است، امروز در امریکا و اروپا هم مردم است که قطار خبر دارن. امروز همی استاد صحاف که شما میگن سید احمد گیلانی، کل حضرت صاحب صفات الله مجدی، همه با پدرم آشنایی دارن که مرد بوده که برای هیچ کس، برای حکمتیار برای هیچ کس تن نداد زمان جهاد. این حالی که سوال کردم مقابل سوالتان، بله پدرم مرد بوده که برای هیچ کس فامیل سرش برکت تن نداده تاریخ افغانستان و نامش هم در خط زرین نوشته است. از زندانهای پلچرخی تا جهاد، در زمان جهاد قماندان پغمان بوده، همگی میشناسیش. هم یه برش احترام هم داره. به نام نیک زندگی کرده، مردانوار زندگی کرده، به ذلت زندگی نکرده، خدمتگار ملتش بوده. یک آدم بوده که واقعا آدم مبارز از جوانی تا که چشم جهان پوشانده. بیننده سلام بر شما، خط هستین شو جاوشو تلویزیون آرانه افغانستان، بفرمایید. بله آقای جاوید سلیمانی سلام دارم، من نوری هستم. بفرمایید آقای نوری، سلام بر شما. اساسا خدمت عرض شوه مسئله فیسبوک به همه حال، چرا از فیسبوک ما استفاده مثبت نکنیم. بله. نه منفی و منفی بافی ها. و دیگه مسئله تعصب، مثلا من خودم پشتین هستم، ما خودم از تعصب در وجود و روح و روان خود کشتیم، یعنی از بین تعصب عبور کردیم. چرا کل ما این کاری که مدارم کردیم و موفق شدیم نکنیم این کارا؟ بله بفرمایید گوش میکنم. من مثال میارم براتون. ما یک شعر کوتاه سپید خانم زینت نور که در کانادا است، یکی از مطرح‌ترین شعرهای معاصر افغانستان است و در فیسبوک با من رفیق است. ما یک شعرش با پشتو ترجمه کنیم، هر دو شکلش هم میخوانم. بله با اجازه تان بفرمایید. وقت یک دقیقه وقت بیننده عزیز من بفرمایید اشعارتان بخوانید. مادرم زنی بود همیشه آبستن و هر روز مرا مرده می‌سید. پدرم نامی در نامه هایی که نمی‌فرستاد، سفری که از آن بر نمیگشت. کودکیم عروسکی بود که نداشتم، گهواره‌ای که تکان نمی‌خورد. جوانیم اما شعری که سرودیش برای زن بود که من نبودم. حال دمی قالب پشتوش مرمی هر تل بلال و میرمن و چی تل به لنگیدو لدردم رکیده او هر شپبی زمره زیگولم. بلال می یونم بهولی کنی که چی نبی راست اول او حق سفر و چی نبتر راست نده. ماشون تروب می حق نام زکوا چی نمیدلو دلا
او هغه زنګون چې نه به زنګېدله پیغلتوب مې مګر هغه شعر چې تا یوې ښځې ته ولیکله هغه مېرمن زه نه وم. تشکر آقای نوری، زنده باشین. بیننده سلام بر شما، رو خط هستین شو جاوید شو تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام جاوید جان. سلام محترم. جاوید جان گل بسیار خوبی امروز اشاره کردیم. مثل روزهای گذشته در راستی که در فیسبوک این کارهایی را که یا باز مردم ها میکنن، باز افغانهای ما، این کار شایسته نیست. به خاطر اینکه با قهرمانای ملی خود، با شخصیت‌های ملی خود، با شاهان مترقی قبلی خود باید ما عزت و احترام قائل باشیم. بعض کسا عکسای به طرف میخوام دخترها رو میدادن فتوشاپ میکنن تا یک ساعت پیشتر شما گفتین چیزای بیجا و بی‌مورد درباره قهرمان ملی یا درباره آلاسد ظاهرشاه مرحوم یا داوود خان یا مثلا شاهان سابق چیزای بیجا و بی‌مورد نوشته میکنن. من فکر میکنم صاحب که اینا کسایی هستند که صاحب یا تربیه ندارن، ای که بسیار با مدرتی کسایی هستند که صاحب تربیه صحیح نشدین یا مکتب نخوندین یا حرکات یا ناشایسته و ناجایز است. حتی درباره خود امان خان آلاسد محمد ظاهرشاه که در زمان ظاهرشاه پدر کلانه ما آرام آسوده بودند، حتی با درباره خاندان سلطنتی چیزای ناشایسته و نازیبا در یوتیوب و در فیسبوک انداختن، این کار معقول نیست. یعنی کسی که تربیه صحیح شده باشه، همون که یک شاعر میگه که گلی که تربیه دست باغبان نگرفت اگر چشمه خورشید سر زند خود روز. گلی که تربیه دست باغبان نگرفت او را که خورشید هم آب بده خود روز. این باید کسایی که همین چیزا رو نوشته میکنن این کسایی هستند یا تعلیم تربیه ندارن یا در یک فامیل صحیح یا تربیه نشدین یا مثلا لودگری نکنه دیگه چی کنه یا کارشان هم یاست. خداوند یا را هدایت بده و اگر نمیته یا را در غضب خود گرفتار کنه. من شما تشکر میکنم که مرا وقت دادید. خواهش میکنم وطن عزیز، خداوند همراهتان. بیننده سلام بر شما، رو خط هستین شو جاوید شو تلویزیون آریانا افغانستان. خب هموطن عزیز، البته یک پارچه شعر داریم از آقای واصف باختری است که بریجانی که دوستا که برای ما فرستادن. فکر میکنم شعر در وصف قهرمان ملی است. آقای واصف باختری را همگی آشنایی حتما دارین. ما میفهمیم که متاسفانه در ملت ما، در سوسایتی ما، در کشور ما نه قدر خورده بزرگ هیچ چیز ما نمیفهمیم، نه هنرمند، نه دانشمند، نه سیاستمدار، هیچ چیزه. آقای واصف باختری را همزبانای ایرانی ما که واقعا کشور یا سوسایتی بسیار پیشرفته هستند لقب استاد سخن دادن. واقعا یک آدم با دانش، با فرهنگ، با فهم، برش افتخار میکنیم. پارچه شعر کوتاه که اینا سرودن کبیر جان که فرستادن، بیاین این پارچه شعر تماشا میکنیم. با ما باشین، دوباره برمیگردیم. آنکه شمشیر ستم بر سر ما آخته است، خود گمان کرده که برده است ولی باخته است. های میهن بنگر پور تو در پهنه رزم، پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است. هر که پرورده دامان گوهر پرور توست، زیر ایوان فلک غیر تو نشناخته است. دل گردان تو و قامت بالندگشان چه برافروخته است و چه برافراخته است. گرچه سرحلقه و سرهنگ کمانداران است، تیغ البرز به پیشت سپر انداخته است. کوه تو، وادی تو، دره تو، بیشه تو در سراپای جهان ولوله انداخته است. روی او در صف مردان جهان گلگون باد، هر که بگذشت ز خویش و به تو پرداخته است. بیننده سلام بر شما، رو خط هستین شو جاوید شو تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. السلام علیکم. سلام بیننده عزیز. سلام. خوب، زنده باشید. زنده باشید. خوب هستید جاوید جان؟ زنده باشید. شما خوب هستین؟ خوب هستید. من پروگرام تا دائم میشم. این بار اول است
که ما با تماشای با همراه خود مردای قهرمان، مردای ملی مثل پدرتان و یکی دیگه هم از که نامشون اگر بگیری، من یک نفر دیگر گفته بودم، برنامه ساز بود به پیرانوماس غوثی سید. بله. غوثی در پیام افغان. بله. گفتم از قهرمان ملی یاد کن. او گفت قهرمان ملی، البته او گفت آقا صاحب میگی آقا صاحب قهرمان شهید. گفت ما مجید کلکانی. بله. یکی از ایاران بود، یکی از بزرگای جهاد بود. نبا تو هم مثل پدر توری از افغانستان رفیقاش میگفت برای نبامد تا که گرفتن شو به شهادت رساندن شد. بله. و خود برادر دیگهش بزرگوار فیلسوف بود، دانشمند بود، پروفسور بود، در آلمان آمد، در پاکستان جهاد امروی برادر خود چی میکرد گرفت، او را به شهادت رساند. حزب اسلامی و امروی جنایتکارای خلق پرچم چی امروی کمونیست از KGB دست با هم دادن، آیسای پاکستان دست با هم دادن و او را به شهادت رساندن. و این قهرمان برادر گفت اگر پروگرامت اجازه میده نام مجید شهید بگی، اگر کدام چیزی نداری برادر، یعنی کدام باک نداری، مردانوار هستی، از گپایت مالا میشه. یکی از قهرمانای ملی هم میام هست. بله، واقعا میفهم. بله. رویتا میباسم. تشکر، زنده باشین. خدا رایتان. آمدن سلام باشم روی خط هستین شو جوشی تلویزیون ایران افغانستان، بفرمایید. بله سلام علیکم جان، خوب هستید؟ سلام، شما خوب هستین؟ برای خط هستم؟ بله روی خط هستین. بله برادر من یک گپ میزنم 20 سال پیش من یک کس گفت اوغال و غول، حالا 20 سال بعد اولمون نفر آمد کبوت برا پاک کرد. معنی صحبت شما را نفهمیدم هموطن عزیز که مقصد شما چی بوده. هموطن عزیز سلام باش، روی خط هستین شو جوشی تلویزیون ایران افغانستان، بفرمایید. بله. میبخشین که گوشی قطع شد، دوباره میخواین به تماشین. ببینید هموطن عزیز، ما واقعا براتون ما میخوایم بگویم که ما ترس راست هیچ وقت از کسی نداشتیم و تاریخ ما پنهان کرده نمیتونیم. تاریخ همیشه زنده است، تکرار میشه. واقعا رو چرا آدم نگویه؟ متاسفانه افغانستان از وقتی که نامش افغانستان گذاشته شد دمی قالب به اصطلاح بگویم قومیت و قوم پرستی و رشوت یا ای ادامه یافت. یک رونق بوده، یک مثل کلچر واره بر افغانا بوده. فعلا باید ای تغییر بکنه. این جنریشن نو باید تغییر بده، جوانای نو باید تغییر بده. ما احترام بگذاریم به همگی، به هر کسی که از هر قوم، هر قوم، هر منطقه افغانستان اینا از وطن خود دفاع میکنن. وقتی که از زادگاهشان که مادر وطنشان از دفاع میکنن، ما از اینا دفاع میکنم ولو هر کی باشه. برای من مشکل ندارم که از کدام منطقه، کدام زبان، چی نام داره، چی رنگ داره، کلش هم وطن ماست. امروز شما ببینید عبدالرازق قنداری یک افتخار دیگه که گفته که در قندهار کلدار پاکستانی دیگه باید است که از کلدار پاکستانی استفاده نشه. اگر کس استفاده میکنه گیر کنمش 10 سال زندان است. ما خزنو پشتیبانی نکنم یا هموطنای پشتون دیگه ماست که بسرات امروز در رسانه‌ها میاین واقعا بسیار شجاعانه صحبت میکنن، به مقابل اشرف غنی، به مقابل دارادستش صحبت میکنن. ما از او پشتیبانی نکنم. چرا هموطنای خوب داریم و وطن دوست در قوم پشتون هم است، در قوم تاجک هم است، ازبک هم است. مجادله ما، مبارزه ما در مقابل نوکرا و آیسای پاکستان، بله که داد کمونیستای بیدین لامذهب که وطن فروش که امروز هم اینا دستشان در خون ملت آغشته است و هنوز هم اینا گیو اپ نمیکنن. گفته امریکایا پشت می ملت گرفتن، پشت مردم گرفتن. این وظیفه ماست که باید ایران را مادامه بتیم از حق دفاع بکنیم. اگر این مرا چی در کشور زندگی میکنم، همه چیز مایاست، من میتونم زندگی خود با خوشی تیر کنم. چرا خود از اجر بتم، رنج بتم، از وقت از هر چیز خود تیر شم. تا که ما این مسیر راه را طی نکنیم و به آرمان خود نرسیم، این وظیفه همه جوان است، تنها نه از ما، از زن و مردم است. ما باید فرهنگ بسازیم، تاریخ بسازیم،
باید مبارزه بکنیم، نام افغانستان زنده نگاه بکنیم، افتخار بیاوریم و از شخصیت‌های ملی خود بزرگای خود مثلا احترام بگذاریم. مثلا ما می هفته شما دیدین مراسم اگر اشتباه نکنم 9مین سالگرد بابای ملت تجلیل کردن در کابل در تپه ملنجان. محترم آقای دکتر عبدالله هم از یا مسعود، میفهم احمد ولی مسعود و آقای کرزی اینا در این محفل اشتراک کرده بودن. تعداد زیاد بسیار دشنام فرستادن در می رسانه ها، در می فیسبوک ها و اینا. من ایره میگم هموطن عزیز، ما اگر مثلا کسی که شما میگین در 40 سال سلطنت کرده یا هر کسی بوده یا در زمان جاد رهبرای جادی، بوده من مشکل ندارم، مشکل با شما من انسانیت دارم. خب واقعا تاریخ تکرار شدنی است. قطار می یک کس خیانت کرده یا خوبی کرده، بیا این سر از یک شخصیت ملی که امروز رفته از دنیا چشم پوشانده، ما اجازه را برای خود ندهیم که توهین بکنیم، دشنام بفرستیم. این راه انسانیت نیست، این راه شرافت نیست، این مردانگی نیست. ما چرا اجازه بدم که درباره بابای ملت مثلا که ملت رو بابا میگن، ما بخیزم بگویم نه این بابای ملت نیست، این خیانت کرده؟ نه خیر، نه، او یک انسان بوده که امروز در دنیا رفته. ما اجازه را برای خود نمیدیم باعث یک جوان از افغانستان، باعث یک انسان اول، باز باعث یک مسلمان. ما دوام درود میفرستم، میگم خدایا اگر خوبی کرده یا بدی کرده، امروز به درگاه پیش خودت نزد خودت آمده، خودت خانه قبرش روشن بساز، در پالی که افتاده راحت داشته باشش و خودت میفهمی که خدای عالمیان هستی، اما قدرت و توان به دست خودت است. اگر گناه کردیم گناهای ما را میبخشی، اگر نبخشیم خودت، همه چیز به دست خودت است. ما چرا بخیزم رو دشنام بفرستم، توهین بکنم؟ این نامردی است، این جهالت است. من اصلا خواهش میکنم باید یک جوان افغان که ما وطن خود دوست دارم، به مو شخصیت‌های ملی توهین نکنین. اگر قبول ندارین، اگر احترام برشان ندارین، توهین هم نکنین. به خاطر که توهین به خود میکنین، به پدرتان میکنین، به مادرتان میکنین، به اجداد و آبایتان میکنین. نامردی نکنین هموطن عزیز. بیاین کمه ما شما، اگر پشتون هستیم، اگر تاجک هستیم، اگر ازبک، هزاره، هر قوم قبیله هستیم، ارایت هستیم، اول از شرافت، انسانیت، مردانگی کار بگیریم. بینده سلام بر شما. روی خط هستین شوی جاوشو تلویزیون ایرانی افغانستان، بفرمایید. جاوی جان سلام. سلام جان. خوب هستین؟ زنده باشین. شما خوب هستین؟ پروگرامتان فوق‌العاده خوب، دقایقتان راستی فوق‌العاده معقول است. برای از اینکه در قسمت آمد شاه مسعود شهید راستی یعنی قماندان درست بود و کارهای بدی نکرده که آدم برای او راستی بد بگوید. متاسفانه که دو برادرش که بعد از او مانده و بسیار راه غلط رفتن، یک ذره از او پیروی نکرده متاسفانه. و موضوعی که راستی آدم همه جانبه گپ بزنه، من هم نه پشتون هستم نه هزاره هستم، یکی از افغانهای خود هستم، یعنی افغان و هزاره و تاجک و ازبک ما افغان هستیم که به دیگه خود افتخار میکنیم. اما خون سرخی که در رگای هر کدام افغان و ازبک و هزاره جریان دارد، ما یکی هستیم، افتخار به افغانستان میکنیم. متاسفانه که امروز بسیار تبعیض در افغانستان وجود داره. من متاسف از این میشم به خاطر از این کمی واقعی که چند روز پیش در مردم شریف هزاره ما شد، منتها اینا اشتباه از خودشان شد. برای اینکه اول در یک مملکتی که قانون نیست، نظم و نسق نیست، دو نفر چی که از سر کرزی دوز قاچاقبر آدمکش مافیا که تا امروزی نمیشینه و در هر مراسم سهم میگیره، من نمیفهم که چی ادب داره. بدبختی افغانستان گپتان راست است که از دوران خلق و پرچم شروع شد تا امروز جریان داره و کرزی بدبختتر ساخت افغانستان، هنوز می نمیشینه و چپن سرشان انداخته. در بدبختی افغانستانی مافیا سهم میگیره. اشرف غنی و عبدالله هر دویش یک چیز است. من روز فکر میکردم که عبدالله یک کله داره، امانی بترتر از است. و همین مردم شریف هزاری ما چرا اشتباه خودشان بود؟ یک روز توی یک مملکتی که نظم نیست، قانون نیست، اعلان کردن که ما صلح مظاهره میکنیم. امنیت هزیاره که از گرفتن نتونست و اینا بدبخت شدن، بدبختی افغانستان شروع شد و موضوع خلاص شد. کسی از اون دفاع نتونست. و دوم فکر کنین یک موضوعی که بسیار مرا متاثر ساخت که 2 روز پیش یکی از خبرنگارای بسیار مهم BBC که شما هم رو میشناسین، دقیقا نامش فراموشم شد، امرای آقای عبدالله، که راستی من جگرخون میشم که آقای عبدالله بگویم، مصاحبه داشت و بعد مصاحبه خود جدی از او سوال میکنه که آقای عبدالله رئیس اجرایه
شما خبر داشتین که خود منصور اختر یا اختر منصور همین سگ طالبا که کشتهشون مردار شد و این به ایران سفر کرد قبل از اینکه کشته شد. شما خبر داشتین؟ میفهمین عبدالله به جوابش چی میگه؟ ولی ما بسیار امرای ایران یک رابطه دوستانه داریم، برادر ماست، بسیار رابطه دوستانه. نطاق ایرانی دوباره عصبانی میشه، میگه نه من شما رو سوال کردم که قبل از کشته شدن خود به ایران سفر کرده بود. ولی ما رابطه بسیار دوستانه داشتیم، بسیار رابطه دوستانه برادرانه داریم. گفت پاسپورت ایرانی داشت آقای عبدالله، من سوال میکنم ازتان. بله ما گفتیم اگه ما کدام مشکلاتی داشتیم یکی بعد دیگه حل کنیم بگیم. باورتان نه که نطاق ایرانی قدر عصبانی شد و برش گفت که شما را من سوال میکنم که یک پاسپورت ایرانی داشت به ایران سفر کرد قبل از کشتن خود. باور به خدا کنین یک تجاوز عارفانه کرد یمی دکتر عبدالله که جوابش نداد و نطاق قدر عصبانی ساخت تا آخر نطاق خود درست من جواب نگرفتم ختم میکنیم. این پس معلوم میشه که اینا کلشان مزدورای ایران هستن و اینا. حتی فکر کنید من با مچای مسعود بسیار به این شهید احترام دارم، اما چرا پسرش نمیره بری را نمیگیره که یک ذره کسایی که طرفدارای مچای مسعود امروز در افغانستان بسیار نارامی را خلق کردن جلب اینا را نمیگیره. حالا 4 دختر مچای مسعود در ایران 6 فاکولته میخونن شاید خلاص هم شدن، چرا میتونه در یک از ممالک دیگه نخوندن؟ ایران دشمن افغانستان مثل پاکستان بوده است و می باشه. چرا نمیبراین؟ چرا در یک از ممالک دیگه نمیرن؟ چرا افغانستان نمیاین؟ چرا امرا ایران رابطی اصلا ندارن؟ من به اینی جگر خون میشم و دکتر عبدالله و تمام اکثریت جهادی ها امروز ارتباط حسنه امرا ایران دارد و ایران دشمن سرسخت افغانستان بوده از شدیدتر از پاکستان. من اینه میره براتون میگم دیگه موضوعاتتان خوبه. هی کاش این جهادی های فروخته شده دیگه آمد شاه مسعود زنده می بود افغانستان به این حالت نمی آمد دیگه. من گفتنی ندارم، به خدا مسپارم تا راستی همه جانبه صحبت میکنین، واقعا پروگرام بسیار دلچسب دارید. خدا همراهتان باشه. با من خدا. خب البته بی‌نظیر یک چیز است که هموطن سلام بر شما. روی خط هستن شوی جاوشو تلویزیون آریان افغانستان. بفرمایید. بله جاوجان پیمانی. بله بفرمایید. میشه آواز تلویزیون تان پخش کنین؟ بی‌نظیر شما آواز تلویزیون تان پخش میکنین، عوض که تلویزیون پخش کنین گوشی را قطع کردین. خب میتونید دوباره به تماشا شوین. ما گفتم اگر تلویزیون آواز پخش کنین که آواز شما را من نمیشنیدم، شما گوشی را قطع کردین. خب ببینین هموطن عزیز، یکی از مصاحبه‌های احمد مسعود پسرش باید شما ببینین. اولی که خود از اونا امید اینترویو تلو نیوز میگن که ما همونطور که پدرش بین ملت مردمش بوده خودشان بین ملت مردمش از در افغانستان است. البته باید آدم هوشیار زیرک کار کنه. مسائل افغانستان وخیم است، ایجنت ها زیاد است، دسیسه ها زیاد است. وقتی که پدرش به اون نامردی از بین بردن، خدای نخواسته نشه که در اون نامردی خدای نخواسته پسرشم از بین برن، به خاطر که اونا همچین نمیخوان دستشان در خیانت و نامبدگی و بدبختی داخل شود. که امروز میبینین که از کلاه هم چون مسعود هم از دستمال گردنش هم از هر چیزش استفاده شده و دوزا زیاد از سرنشینای طالب نشین بینکتایی داره که از خارج رفتن چوری چپا و انداختن تعداد دیگر به آدم ایران میمونه و فهم دخترایش که درس میخونه شاید پیش از اونا کدام چیزی باشه، نه شاید نخواهند در خارج امریکا و اروپا برن، به خاطر چی نباشه یک کشور هم زبان هم جوار هست، هم فرهنگ از فرق میکنه. یعنی بینده سلام بر شما. روی خط هستن شوی جاوچو تلویزیون آریان افغانستان. بفرمایید. سلام علیکم جاوجان پیمانی. سلام. اسمم مینا مسعود است و من شما را از آمبورگ از اروپا زحمت میدم. اول خود جان سپاس از شوی بسیار خوبتان و خصوصا که امروز یکی از پروبلم‌های اجتماعی را در پالوی تحلیل‌های سیاسی که هر روز در شویتان است روی کار آوردین. یک جان تشکر. من خودم منیسه یک جوان افغان که خارج از وطن مانند شما و صدها مرد و زن دیگه زندگی میکنم. پرابلم اینه که در اینجا شما بحث کردین و درباره فیسبوک و فیسبوک های جعلی بود. فکر میکنم یکی از مسائل روز شده که فعلا برای طبقه افغانای ما که در خارج از وطن زندگی میکنن به شکل مسخره و ناجایز از او استفاده میکنن، به عوضی که قشر جوان افغان، منظورم از طبقه افغان و جوانایی است که امروز خارج از وطن برآمدن، بخواین توسط از این فیسبوک که یکی از
مهمترین طریقه است که در سوشال میدیا مملکت خود یا افغانستان معرفی کنند به جهان، برعکس با گذاشتن عکسای که غیر قابل قبول است به جهان. وقتی که کسی یک فیسبوک یک افغان میبینه، از روی تصاویری که میگذاره میبینه که اصلا اینا فهم و دانش زور ندارن، در حالی که افغانستان وقت ما و شما با خبر هستیم به جهان که معرفی شد به وقتی که طالبان آمد، نه در وقت خوبی آیان. امیال بسیاری وقتا اصلا کسی نمیفهمه که افغانستان موقعیت جغرافیاییش در کجا است، در قلب آسیا، در آسیای مرکزی در کجا است، مذهب ما چیست، دین ما چیست. ما مردم اصلا اینا فکر کردن وقتی که مردمی که اومدن مهاجر شدن مثل همه ما و شما به اروپا و امریکا، همگی فکر کردن ما غذا خوردن، لباس پوشیدن، تحصیل، تربیت و همه چیز از اینا آموختیم. ایناله پس وظیفه همه ما سیوزه که وقت خدا به وضعی که با رقابت و حسادت به اشخاصی که در جامعه خود رساندن به او یعنی تشویقشان کنیم و وقت خود به عوضی که اونا را پایین بزنیم، مقامشان را تیر کنیم، باید بتانیم از کلچر، کلتور، عادات، رسوم و خوبی ها و زیبایی های طبیعی که در وطن ما هست از این طریق بتانیم جهان با افغانستان و شهرهایش و استانهایش به حساب معرفی کنیم. من فقط همین گفتنی را داشتم و از شما یک جان تشکر که تانستین که من اولین برگرداننده شو امی مسئله فیسبوک روی صحنه بیارین و ای که چند شخص آمده و شما را یا برای شاید هم کسای دیگه یک فیسبوک جعلی درست کرده، فکر نکنم که از مقام و منزلت شما را زده می‌برزنه یا شما را از اون موقعیتی که دارین پایین بیاره. برعکس به گفته خود شما آدم وقتی میتونه بفهمه که یک جای رسیده که یک بفهمه که مردم به شکل خوب یا خراب متوجه این آدم شده. به هر حال موفق باشین و روزتان خوش. تشکر بینی عزیز، تشکر یک جان، زنده باشین. هموطن اسلام با شما روی خط هستین. شاید جاوید شو تلویزیون آرای افغانستان بفرمایید. آقای جاوید از لندن، السلام علیکم. سلام بینی عزیز، یک دقیقه وقت داریم بفرمایید. آقای جاوید شما چند فیصد متأکد هستین که ما پس مثل که 40-50 سال پیشتر یا پیش از دوره کمونیستا پس سر یک گلم با هم بشینید تمام اقوام و نژادها. ما یک مثال زنده میتیم. ببینید شهدای دمزن 3 روز به 3 تلویزیون مختلف اعلان کردیم که بیا برادر روز یکشنبه نی برادرای هزارای ما که انگلستان هستن با هم جمع شوین در مسجد از نبیین هم شریکی کنین، فاتحه شن بیتین، وضوشان کنین. 3 مرتبه مسلسل اعلان کردیم همراه تلویزیون آقای خطاب، آقای امت وسط و یک دیگر برنامه. شما یقین کنین بسیار مایوس کننده بودن. امروز ما رفتیم بسیار خودم فامیلی بسیار مشکلاتم داشتیم که شرکت کنیم. برای خدا بسیار جای تعصب و تأثیر است. 200-300 نفر که آمده بودن یکی از اینا اهل تسنن نبود، تلویزیون نژادی نبود. مذهب ما تنها یک په صفت یک افغان رفته بودیم، نه تاجک بود، نه ازبک بود، نه ترکمن بود. برای خدا باید که در نفر سرازیر می شدن که پای جای پایمانده نمیمان. یکی از اینا شرکت نکردن. بیرون آمدین در اقصای از اینا جوانا بیچاره 50 چی جوانای جانانا نازنین که هر یک از 25 سال زیاد اومده داشتن اونجا بیچاره به شهادت رسیدن. برای خدا شما چی سخنرانی، چی گفتگویی، چی هدایت داریم به این ملت که بیای برادر پس سر یک گلم جمع شوین، برادر و برابر شوین، معاملات میتون تا تاثیر کننده از مجلس شنبر آمدن همه عذر خودشون ما یک گفتیم که او برای خدا یک نعره ایدری تا این نظام افغانستان سرنگون چپا نکنین، این ملت آزاد نمیشن، این مشکلات شما دیگه هم دوچار هستن. بیاین پالوی ما در هایپر کورنر ورقه صدای تان ما بلند میکنیم. شما چه نظر دارین؟ بریم برای خدا امروز دیفاتی از اینا یکی از اینا نشسته بودن. تشکر. ما جوابتان میتم هموطن عزیز. ببینید هموطن عزیز، وقتی که ما البته نظرم است، وقتی که از کسایی که ما اطاعت میکنیم که ما رهبر میگیریم اونا را خطاب میتیم یا اولسمشر خطاب میتیم یا سران قوم میگیم، اینا فروخته شده هستند، اینا نوکر هستند، اینا ملت ما را گروگان گرفتن. اگر ملت پشتون ماست اینا گروگان گرفتن، اگر ملت تاجک ماست اینا گروگان گرفتن، اگر ملت ازبک ماست اینا گروگان گرفتن، اگر ملت هزاره ماست اینا گروگان گرفتن. از اینا چی توقع دارین؟ وقتی که ملت از این اسارت خود کشید، از این
وقتی که گروگانی که امروز مثل که در قطی یا بگویم در قفس انداختهشان از این قفس خود کشیدن و نمایندای پارلمان که اینا انتخاب کردن که کل 80% امروز نوکر است و معامله‌گر است. او وقت است که ملت از این بدبختی مبرایه و اینا پشت طول اسمش رو ات رهبر نگردن، پشت یک انسان شریف رو انتخاب کنن که واقعا در قلب وجودش هم پشتون جا داشته باشه، هم تاجیک جا داشته باشه، هم ازبک، هم هزاره. و افغانستان اما که مثلا در زمان امچای بابا کبیر که نامگذاری شد افغانستان، بعد از که بعد شما دیدین اشغال قشون سرخ بانوکرای شو، بعد که ملت به فراموشی رفت، قهرمان ملی مجادله کرد و افغانستان نوین ساخت. امروز ما میتونیم که دوباره امو ملت یک افغانستان نوین بسازه، ورق بزنن تاریخ و یک افتخارات نوین بیارن، یک افتخارات نوی را بیارن و یک رهبری را انتخاب بکنن که رهبر دلسوز از جان خدا، مال خدا، امر برای ملت افغانستان، نه به نام قوم، نه به نام منطقه بتن. این کسانی که امروز در زیر بیرق آیسای است و از این آن دفاع میکنن، اینا را باید نابود بسازن. و امروز ببینید خود دولت ما براتون میخوایم که یک بسیار اگزمپل بگویم، بسیار کوتاه براتون بتم. او داعشی به نام داعش طالب میگیرن، اینا چرا او را زندانی میسازن، در زندان پلو چلو میتن و او را یک ماه یا 2 شب تیر نمیشه رها میکنن. اگر آقای اشرف غنی با طالبان نکتاییدار ملت خود دوست داشته باشن، اینا توسط ملت به سر قدرت آمده باشن، اینا واقعا افغانستان دوست داشته باشن، امروز در کوچه و پس کوچه، در شهرک، در شمال جنوب که این جنایتکارای وحشی را میگیرن، اینا را باید از دار اوزان بکنن، اینا را باید جزا بدن. پیشروی ملتشان جرأت کردن نمیتونن. مگم شما میفهمین که ملت ما و شما گروگان است و انشالله که ملت از این خواب بیدار شده، تعداد که خواب غفلت هستن بیدار شوند، کسانی را انتخاب بکنن، مسئله زبان قومیت بگذارن. من امروز یکی از زبانهای پشتون ما دیروز در کانال وان دیدم، نماینده پارلمان است که بسیار به صراحت صحبت کرد. واقعا قدر این آدم شجاع، وطن دوست، یک جوان نازنینه که من پشتیبان از هستم. اگر هموطنای ما پیدا شوه مشکل ما نداریم. من امروز ضرورت نیست که بیایم در تلویزیون بشینم گرون پاره کنم، از واقعیت دفاع بکنم، مثلا ساتار درایو بکنم، در ترافیک زجر ببینم. به خاطر چی میکنم؟ به خاطر ما کدام مقصد شخصی ندارم. ما به خاطر قوم تاجیک نامدیم، ما به خاطر یک شخصیت نامدیم، ما به خاطر که کدام مرام مقصد یا چوکی بیرون نامدیم. واقعا هموطن عزیز بگویم، من امروز میتونم لذت زندگی روز یک شنبه برم در بهترین کشور زندگی میکنم، در آبشارا و در بیچا بگردم، انجوای کنم گفته امریکا. مگر من میایم گلون پاره میکنم به خاطر اون ملت عزیز افغانستان، به خاطر شما هموطنا، به خاطر تاریخم، به خاطر غرورم، به خاطر او جوانایی که امروز در افغانستان جانای شیرین خود دست دادن تا لحظه آخر جان خود که در انتحار انفجار از بین میرن، از اونا باید دفاع بکنیم. اینه ما براتون به صراحت میگم. و مجادله ما، مبارزه ما که یک تعداد هموطنای ما میفهم شعار علنی است که به ضد کمونیستا است و به یک تعداد که فکر میکنن خدای نخواسته به ضد قوم پشتون صحبت میکنم، به ضد او ایده صحبت میکنم که نوکر آیسای هستن، که امروز زیر در کاسه دال پاکستان نان میخورن و امروز پاکستان در برازونا مثلا قدرت توان میته و برازونا میگه چی بکو چی نگو، برو ملت به خون خاک بکشن. و او ایده که مثل جنرال رازق خنداری است، هموطنای دیگه ما از خواهرها و برادرای پشتون ما که وطن خود دوست دارن، من امروز صدات و هزاراتش میشناسم، من پشتیبان از اوناستم، از اونا دفاع میکنم. هر کسی که امروز بیایه پیش قدم شه، شعار حق بگویه، واقعیت بگویه و از واقعیت دفاع بکنن، من مشکل با ایشان ندارم. و کسایی که جاهل هستن، نادان، نافهم هستن، مرمور تاپا میزنن، به سرعت بارا میگم، بازم تکرار میکنم، اون مشکل خودشان است، اون نافهمیش است، شان است، اون جهالتشان است، او عقده‌های کینه و کرورت کیسه هایی که در قلبشان است به خاطر قوم پرستی، به خاطر هر چی که هست پیششان، اون مشکل خودشان است. هموطن عزیز، من مشکل ندارم، من خدا را میشناسم. من میخوام باعث یک جوان افغان که زندگی 2 روز دیگه اگر در این دنیا زندگی میکنم هستم یا نیستم، با سر بلند، با راحت بخوابم و پیش وجدان خود خجالت نباشم و زجر وجدان خود نبینم که وجدان ما برای ما بگوید که جاوید پیمانی تو یک آدم وطن فروش بودی، یک آدم بزدل بودی، یک آدم دروغگو بودی. نخیر، هیچ چیز ما دروغ نگفتیم. اگر گفتیم که بله دکتر نجیب پای پدرم چاپی کرده، این راست است، این امروز شاید است، مردم برام از کابل تلفن کردن واقعا را گفتن و پدرم با صراحت میگم در آخر افتخار برش میکنم، میگه بود پدرت فاضل از فصل پدر تو را چی حاصل؟
من نمیخواستم یاد بکنم میره. از اینکه هموطن عزیزم از زنگ زد و بازم میفهم که آدمای شرانداز هستن، این مسئله رو یاد کرد. من به صراحت میگم بله، یک آدم بوده که یکی از عیارا و کاکاهای افغانستان به شمار میره، در زندانهای پلچرخی مبارزه کرده، زجر تیر کرده. بعد از زندانهای پلچرخی در پاکستان آمد که استاد سیاف که امروز زنده است، اگر تلویزیون ها میبینه، من میفهم برادر نایش میبینه، برش پیغام کرد. تو وقت در کبابیان بود، در تنظیم نبوده با سید احمد گیلانی، به خاطر سید اسحاق و شاها دوستاش بودن. خط روان کرد امی سیاف که بیا خوجه صاحب بزرگ خودت آمر اومی پغمان ششکولی کابل برای چوکی را میتم. پدرم برش کرد که نخر نیم و به خاطر چوکی قدرت نامدیم. ما آمدیم که خدمتگار ملت خود هستم. وقت جهاد است، دفاع از ناموس از ملت خود، از کلمات الله مجید میکنم. پدرم قدرت چوکی را نخواسته و این چیزا نداشت، نه با خود برد. مجادله، مبارزه با پای برهنه، شکم برهنه امروز نام نیکش مانده. انشالله که هیچ کس نیست بجز از دشمنایش، بجز از کسانی که کمونیست است یا از نفرهای حزب اسلامی است یا نوکرهای اسلامی که اگه چیزی بگویم به خاطر که مقام پدرم بسیار بزرگ است و حتی به حکمتیار که حکمتیار از تن نداده در خود پاکستان. سید اسحاق گیلانی امروز زنده است که همه شما با نامش آشنایی دارین و قطار را درک میکنن، مجاهدین و ملت افغانستان میفهمند. و از او خاطر اگر شما میگه بله دو وقتی که پدرم به نام خوجه برود که شهرت بین المللی داشته، با عیاری و کاکگی و مردانگی و شامت خود، او کسی نبوده که آه بکشه. امروز او مردای خدا رفتن، میدان شغالی شده، شمشیرزن و ناشمشیرزن میگه مستم. امروز اون انسانایی بودن که ناموس افغانستان رو دفاع میکردن، از وطن خود دفاع میکردن، از مرزهای افغانستان دفاع میکردن، خدا نمیفروختن. اونا نیستن دیگه. کسایی که مثل اشرف غنی یا کسایی که همکارایش که امروز آمدن خود فروختن، نوکر هستن، جابر هستن، وطن فروختن، ملت ما را امروز گروگان گرفتن. امروز ما را به نام قوم پشتون و ازبک هزاره تباه میکنن. تو تباه کردن کی هستن؟ اونا مرد هستن و بزدل هستن. کسانی که مثل پدرما بودن، اونا در حساب قوم نبودن. بهترین دوستاش پشتونا بودن، بهترین دوستاش ازبک هزاره و تاجک بودن و مردایی بودن که سر خار سنگ و خواب کردن، زجر ستم از زندان پلچرخی تیر کردن و مرگ قبول کردن. و مو بود که به من نصیحتش بود که فرزند عزیز ما، تو فرزند مستی، فرزند کلان ما، وقتی که تو رو در امریکا آوردیم خود اول بشناسی کی هستی. دوم دیگه وقتی که واقعیت میای از حق ملت دفاع بکو، سرت ببر در کف دستت، بیگه از مرگ نترس. ای کی بوده؟ ای پدر ما بوده که برای ما ایره درس داده و اورایش تعقیب میکنم و ترس راست از کس ندارم تا زمانی که زنده هستم. و این جواب هموطن ما بوده که در مورد که از ما سوال کردن و بازم به صراحت میگم من فرزند افغانستان هستم. تعلق به قوم تاجک ندارم، تعلق به قوم پشتون ندارم، تعلق به قوم ازبک هزاره ندارم. من خدمتگار تمام ملت افغانستان هستم. از فرزند افغانستان هستم، خدمتگارتان هستم. مگر وقتی که باز چهار ما به مقابل نوکرای ایسای او دی که اگه پشتون است، تاجک، ازبک هزاره وطن ما را مفروشن، نوکری میکنن، مبارزه و شعار ما با مقابل از واس. دفاع از فرزندان راستین است. کسانی که به ما غرض نیست که چی خیانت کردن، وقتی که مادر وطن ما آزاد کردن، آزادی رو برای ما هدیه کردن، که امروز زلمه خلیلزاد خود قهرمان میسازه، مسیج میگه به خاطر آیسای پاکستان پشت قضیه است. احمدشاه مسعود مبارزه علنی با مقابل آیسای میکرد. احمدشاه مسعود 16 سال پیش در پارلمان اروپا پیغام خدا و شعار میداد که بله پاکستان است. تا که پاکستان دست خدا از مسائل سیاسی افغانستان نگیره، افغانستان آرام نمیشه. امروز من یقت نگویم، من واقعیت نگویم، من بترسم. چرا بترسم؟ هزاران هموطن عزیزم از جنوب تا شمال افغانستان، شرق تا غرب به شهادت میرسه. آیا ما از اونا که بهتر هستم؟ او خوارای ما که امروز مبارزه میکنن، گلون پاره میکنن، آیا ما از اونا بهتر هستم؟ بهتری ما چی است؟ بهتری ما همیست که در امریکا و اروپا زندگی میکنم، احساس خدا وطن خدا فراموش بکنم، احساس دیگه نداشته باشم، ملت خدا فراموش بکنم؟ نخیر، هرگز. مرگ ما بهتر است، مرگ ما بهتر است. باعث یک جوان من مرگ خدا میخوایم امروز. واقعا برات به صراحت میگم، این نیست که من خودم کدام ممزولی به کسی داشته باشم از اینکه به ذلت زندگی کنم، وطن خدا فراموش کنم، مردم خدا فراموش کنم. بهتر است که غریب باشم، هیچ چیز نداشته باشم، در غربت زندگی کنم، مگم با سر بلند، با مردانگی، با شامت و با ایمان کامل، با وجدان زندگی بکنم. هموطن عزیز، تا هفته آینده روز یک شنبه برنامه از
ساعت 2 به وقت لس آنجلس شبکه جهانی ایرانیا شروع میشه. شما را به خداوند میسپارم. زنده باد افغانستان و زنده باد ملت افغانستان. وطن عشق تو افتخارم، وطن در